این گوشی قراره تبدیل بشه به آیفون SE 4. اینو من نمیگم. یه عالمه شایعه بیرون اومده که وجود آیفون SE جدید رو تایید میکنه و اگر اون شایعات رو کنار هم دیگه بچینیم یه تصویری میگیریم از آیفون 15 ریبرند شده به نوعی. ولی خب باید صبر کنیم و ببینیم این اتفاق میفته یا نه. قراره توی این ویدیو تمامی این شایعات رو کنار هم دیگه بذاریم، از زمان معارفه شایع شده تا مشخصات نرم افزاری گفته شده و ببینیم آیفون SE میتونه چه جور گوشی باشه و آیا ارزش ثبت کردن داره یا نه. تا آخر این ویدیو همراه هم باشید. یه خبر درس کرده میگه که پروسه تولید SE 4 مهر ماه شروع میشه و بعد توی فروردین ماه این گوشی معرفی میشه. در مورد مشخصات مواردی مطرح شده که اگه درست باشن میتونه SE 4 رو به یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های تاریخ تبدیل کنه. اولین مورد سنسور اصلی 48 مگاپیکسلیه، همون سنسور اصلی دوربین که توی پرچمدارهای اخیر اپل دیدیم. بعضی از شایعات میگن فقط همین یه دوربین رو داره، ولی شایعاتی هم منتشر شده که دو دوربین داره و دوربین دوم تلفوتوه. خیلی بعیده که اپل بخواد برای SE ارزون قیمت‌تر از سنسور تلفوتو برای دوربین دوم استفاده کنه، اما اگه واقعیت داشته باشه فوق‌العاده است. مورد بعدی صفحه نمایش با حاشیه کم و دیگه مثل SE های قبلی حاشیه زیادی نداریم. فیس آیدی جایگزین اسکر از سرانگشت SE تیری میشه و این صفحه ظاهر جذاب جدیدی داره با حاشیه خیلی کم. یه سری شایعات گفتن داینامیک آیلند روی این گوشی قرار میگیره و یه سری هم گفتن که فیس آیدی داخل ناچ قدیمی قرار میگیره که اگر شایعه داینامیک آیلند درست باشه همین ظاهر صفحه به شکل پرچمدارهای اپل نظر خیلی‌ها رو به این گوشی جلب میکنه. گفته میشه صفحه نمایش رو LG میسازه و از لحاظ کیفیت صفحه فرقی با صفحه نمایش‌های پرچمدارهای اپل نداره. چیپست به احتمال زیاد A16 بایونیک که روی آیفون 15 نرمال داشتیمش و ازش تست گیمینگ گرفتیم. یه عملکرد بی‌نقص پردازشی با توانایی اجرای تمام بازی‌های سنگین، ادیت ویدیو و کاملا پایدار با مصرف بهینه. شایعه جدیدی هم که عنوان شده بهمون میگه که اپل اینتلیجنس رو روی SE 4 داریم و اگر این اتفاق عملی بشه به راحتی واسش یه برگ برنده است. تصویرهای مختلفی از ظاهر SE 4 منتشر شده، اما شایعه‌ای که از بقیه معتبرتر بود بهمون گفت که زبان طراحی احتمالاً از سری 16 پیروی میکنه و طراحی کیفیت ساخت پرچمدارهای اپل رو داره با قیمت عالی. قیمتی که خودش یه ویژگیه و قرار SE 4 رو با قیمت کمتر از $500 داشته باشیم. همین برچسب قیمتی SE 4 باعث میشه این گوشی علاوه بر بازارهای امریکا و اروپا توی سایر بازارهای دیگه مثل خاورمیانه یا آمار فروش عجیب رو برای اپل به ثبت برسونه. سری SE اپل به خود محبوب است و اگه موارد گفته شده توی این ویدیو اتفاق بیفته شک ندارم SE 4 یکی از به یاد موندنی ترین گوشی‌های تاریخ میشه. توی 3 ماه دوم سال 2024 آیفون 15 نرمال پرفروش‌ترین گوشی جهان بود و یه عالمه سود رو تقدیم اپل کرد. اگر همین گوشی رو بتونیم در قالب آیفون SE جدید داشته باشیم که دور از انتظار هم نیست، قطعاً میتونه با قیمت زیر $500 یه فروش فوق‌العاده رو ثبت کنه و توی بازارهای خاورمیانه و هند میتونه فروش خوبی رو داشته باشه، تا جایی که حتی اپل بتونه توی بازار هند حسابی عرضه اندام کنه و فروش خوبی رو اونجا هم به ثبت برسونه. به هر حال باید صبر کنیم ببینیم بالاخره امسال آیفون SE جدید رو میبینیم یا نه. الان دوست دارم نظر شما رو بپرسم. اگر مشخصاتی که توی این ویدیو با هم دیگه دیدیم همون آیفون SE 4 باشه ازش استقبال میکنید یا ترجیحتون همون میانردهای اندرویدی یا قاتل‌های پرچم داره؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. مثل همیشه مشتاقم که نظراتتون رو بخونم. ممنونم که تا آخر این ویدیو هم همراه هم بودید. لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب چنلمون فراموش نشه. تا ویدیوهای دیگه خداحافظ همگی.